سارگان ببینم تو ایداد ویداد تو هنوز آمادگی ورود به چاه شنهای ابدی رو نداری. فقط برای شکستن مهرموم چاه به مقدار بیشتری قدرت سیمرغ نیاز داری برای اینکه بتونی با چهره پلید مواجه بشی و راهی برای نجات دوستت پیدا کنی. باید از خودت شجاعت و زیرکی نشون بدی. با دقت گوش کن. در بین درختان چالشی در انتظارته. مسیری دلهرآور که اونجا شجاعت سرنوشت و وسوسه میکنه. رازهای زیر اون شاخه ها هستن که فقط شجاعت میتونه برملا روشون کنه. 1000 تو جایی که دانش خونه کرد. با شجاعت و راهنمایی سوالی بی جواب نمیمونه. ثابت میکنم که من توانایی نجات قصانو دارم. همونطور که فکر میکردم انسان با انگیزه‌ای هستی. برای پیدا کردن پر سیمرغ بعدی از اون چشمه نمیدونم چیت استفاده کن. و برای خودمم نمیخوام وقتی جهنم رو زمین به پا میشه اینجا باشم. منظور چیه که جهنم به پا میشه؟ ولی دلم میخواد تماشا کنم. خب موفق باشی سارگون.